اینا نکات پشت پرده کسانی که میرن اونجا. گاهن خیلی ها این کار میکنن و سرشون میخوره به کف استخر. آیا میشه بدون پول هم رفت؟ فقط صرف این که یه مهارتی داشته باشی؟ خیلی لاکچری شروع کردن مهاجرت آدم باید بده. بدترین خاطره تا به الان؟ ولی اولین شوک فرهنگی که به من وارد شد آوای زشت اذانه. برای اقامت حداقل ماهی 100 ریال برای خورد و خوراک لازمه. سپاس از بودنت، از راهت، از تغییری که با هر فکر تازه آغاز میکنی. سپاس از رشد، از انسانی که تغییر میکنه، هنوز میپرسه و هنوز ادامه میده. سلام، الهه هستم، در کنار دوستم سلمه، مهاجری که عمان زندگی میکنه و 1.5 سال هست از اقامتش اونجا میگذره. دعوتش کردم که از دغدغه‌هاش برای شما بگه. سلمه جان خیلی خوش اومدی. مرسی. وقت گذاشتی. قربونت عزیزم. یه سری سوال ازت میپرسم. میخوام ببینم که از لحظه‌ای که ایران رو ترک کردی و رفتی تا الان چیا بر تو گذشت؟ مرسی از دعوتت عزیزم. تو که دوست خوب و نازنین من بودی همیشه و خیلی ممنونم از اینکه من دعوت کردی به برنامه‌ت. والا به عنوان آدمی که 1.5 سال داره اونجا زندگی میکنه و دفعه دومم هست که اومدم، میتونم بگم که یه آدم مهاجر یه آدمیه که یک بار میمیره و بعد باز مجدد متولد میشه. ولی وقتی ما پامونو میذاریم تو این دنیا، زمانیه که نمیدونیم که یه عالمه چیزی در این جهان وجود داره. هی دونه دونه با پدر و مادرمون تجربهش میکنیم. مثل اینکه بگو آب، بگو مامان، این دسته، این پاه. ولی وقتی که مهاجرت میکنی دقیقاً باید با یه زبان دیگه، با یه اقلیم دیگه، با یه طبیعت دیگه، با یه جهان دیگه در سن بزرگسالی مواجه بشی که هیچ تجربه‌ای در موردش قبلا نداشتی. حتی اگه بارها به اون منطقه سفر کرده باشی، ولی تجربه زیسته‌ای که یک مهاجر داره با تجربه سفر کاملا متفاوته. چی شد که رفتی؟ سوال خیلی خوبیه. من چند وقت قبل از اینکه مهاجرت کنم، تقریبا 6 سال قبلش رفتم یه پرواز ترانزیت داشتم که رفتم تایلند با ایرلاین عمان ایر و وقتی که در هواپیما باز شدم و وارد اون تونل فرودگاه شدم، احساس کردم یه رایحه خنکی از یک هوایی رو حس کردم که عاشقش شدم و احساس کردم که این سرزمین منه. و همونطوری که توی قرآن اومده خدا میگه که هر جایی رو که دوست ندارین به جای دیگه برین چون زمین پهناوره. و من احساس میکردم نیاز به این تغییر و جابجایی دارم و عمان انتخاب اول من بود. از انتخابت راضی هستی؟ این سوال خیلی سوال پیچیده و سختیه. وقتی که تو مهاجرت میکنی، وقتی میری در یک فضای جدید، اول با زیبایی های اون مواجه میشی، با قشنگی هایی که داشته و تو قبلا تجربهش نکرده بودی. ولی رفته رفته که میگذره، تو با داشته هایی که هویت برای خودت ساخته بودی مواجه میشی که من درخت سرو داشتم، من درخت چنار داشتم، من بوی نارنگی رو توی پاییز داشتم. بعد تو میری در جستجوی چیزهایی که قبلا تجربه کردی و نوستالژی برات، مثل طعم‌ها، خوراکی‌ها، مزه‌ها، رومیزی قلمکار و ترمه، صنایع دستی ایرانی. به کیا پیشنهاد میکنی که برن مسقط؟ یعنی آب و هوا و شرایطش، اقلیمش، فرهنگ مردمش، لوکیشنش، خیلی چیزایی دیگه. به نظر تو با چه خلق و خویی سازگار تره؟ این سوال خیلی سوال خوبیه، به خاطر اینکه جنوب ایران مردمی که مال منطقه لار هستن و کسایی که حاشیه دریای عمان و خلیج فارس زندگی میکنن، به لحاظ خلق و خو، زبان عربی، گویش، غذاها، اقلیم خیلی شبیه فرهنگ عربی عمان هستن و یه جورایی حتی میشه گفت یه
قوم و قبیله هم در عمان هستن که فامیلشون بلوچی هست، همون بلوچ‌های خودمون هستن که مهاجرت کردن و بعد اونجا مقیم شدن و زاد و ولد کردن. برای همین جنوبی‌ها خیلی با آب و هوا و فرهنگ عربی کشور عمان هماهنگ‌ترن تا منی که از مشهد بلند شدم رفتم. تو از مشهد رفتی ولی اصالتت اصفهانیه. آره، من هم مادر اصفهانی هستن هم پدر مشهدی هستن و یه جورایی یه ملغمه از فرهنگ ایرانی رو دارم، ولی خب خودم رو بیشتر از هر جای دیگه متعلق به مشهد میدونم. حتی با اینکه قبل از اینکه مسقط زندگی کنم تهران زندگی میکردم، ولی باز هم خودم رو یه مشهدی میدونم. اولین شوک فرهنگی که توی عمان بهت وارد شد چی بود؟ خیلی شاید خنده‌دار باشه ولی اولین شوک فرهنگی که به من وارد شد آوای زشت اذانه و خیلی جالبه که اسلام مال عربا بوده و بعد اومده داخل ایران شده، ولی ما یک اذان بسیار زیبایی رو داریم که گوشمون به اون اذان عادت داره و وقتی اذان‌های مؤذنای عمان رو من میشنیدم به جایی که احساس آرامش توی کشورم و اسلام به هم دست بده، هی میگفتم چقدر اینا زشت قرآن میخونن، چقدر اینا زشت اذان میگن متاسفانه، و این خیلی منو اذیت میکرد تا اینکه الان گوشم عادت کرده. یه جورایی باهاش کنار اومدم، ولی حقیقتش اینه که ما ایرانی‌ها همه چیزو زیبا میکنیم و هنر و فرهنگ خودمون رو بهش هدیه میدیم، من جمله آواز و حتی آواز قرآن خوندن، حتی اذان گفتن. بدترین خاطره تا به الان؟ بدترین خاطره تا الان وقتی غذا میپختم طعم غذاهای ایران رو نمیداد. یعنی من ادویه‌های ایرانی رو با رسپی ایرانی با مواد غذایی خوبم که درست میکردم مزه غذاهای ایران رو یه خورده جزئی ترش کن. آها، آب قطع شد. آفرین، میخواستم به همین برسه. من از ایران که برگشتم بعد 2 ماه، آدم وقتی که خونش 2 ماه درش بسته است همون حس سردی رو داره. خب من اومده بودم، دوستامو دیده بودم، عزیزامو دیده بودم و بعد از 2 ماه برگشته بودم در یه خونه‌ای که خب سوت و کور بود و علاوه بر اینکه سوت و کور بود متوجه شدم آب خونم قطعه و یه مدت زمان برد تا آب وصل شد و این یکی از بدترین اتفاقاتی بود که من تجربه کردم. چه چیزی توی عمان هست که حاضر نیستی اونو با ایران عوضش کنی؟ حقیقتا هیچ چیزی قلاب من نیست که من در عمان باشم و اونجا رو با ایران عوض نکنم. وقتی که هرچی بیشتر سفر میکنی و جای مختلفی از دنیا رو تجربه میکنی بیشتر میفهمی که چه سرزمین ارزشمندی داشتی و چقدر با عزت و عشق در وطن خودت در کنار عزیزات زندگی میکردی و میشه گفت حتی نیازی هم به مهاجرت نبوده، ولی وقتی مهاجرت میکنی اینا رو متوجه میشی. چرا موندی؟ دوستام، بیزنس و شاید یه بخشش هم عادت. یعنی میخوای بگی که دوستات، بیزینست اونجا بهتر از ایران بوده؟ نمیتونم بگم بهتر از ایران بوده، چون گاهن پول درآوردن خیلی 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 راحت تره توی ایران. ولی وقتی که تو مثل یه بچه میمونه دیگه، وقتی که به وجودش میاری باید ازش مراقبت کنی. شاید یه بخش این که من الان فعلا در حال حاضر اونجا هستم بخش حمایتی از مسیریه که اونجا زحمتشو کشیدم و میخوام ازش مراقبت کنم. کاملا مستقل از صفر تا به این نقطه رسیدی. آره کاملا، و سرزمینی که هیچ آشنایی نداشتم و من چون با بیزنس خودم رفته بودم اونجا و اقامت شرکت خودم رو داشتم، من باید میرفتم در یک جایی خودم رو شروع میکردم به پرزنت کردم با یه زبان دیگری و این بهای بسیار سنگینی داشت برام تا رسیدن به این نقطه که الان مشتریای خودم رو دارم. الان وقتی که وارد فرودگاه مسقط میشم محصولات خودم رو میبینم در فری شاپ، وقتی که میبینم سالد آوت شده و سراغش رو میگیرم و میبینم دیگه موجودیش نیست، این برای من واقعا یه موفقیت ارزشمنده. بزرگترین اشتباهت از اول مهاجرت تا به الان فکر میکنی چی بوده؟ خیلی لاکچری شروع کردم مهاجرت آدم باید بده. مهاجرت آدم باید قدم به قدم شروع کنه. وقتی که
تو شیرجه میزنی توی بحث مهاجرت، با یه ابعاد کاملا متفاوتی مواجه میشی که نمیدونی. مثل این میمونه که وقتی هنوز عمقشو ارزیابی نکردی توی استخری که نمیدونی این عمقش 1 متره یا 50 متر، یهو با سرعت بسیار زیادی تو شیرجه بزنی که گاهن خیلی این کار میکنن و سرشو میخوره به کف استخر و اصلا درست نیست آدم خیلی عمیق وارد مهاجرت بشه و بعد استپ بای استپ بره جلو. خب من اینجا حرف دوستم رو تصدیق میکنم، چون که ما برای رشد نیاز به سیر تکامل داریم و همونطور که سلمه جون گفتن اگر بخوای از پله اول بری پله 10، خب یه جایی ممکنه اون وسط ها بخوری زمین و اون درده، اون زخمی که ایجاد میشه بر اثر اون زمین خوردنه ممکنه که باعث بشه بلند شی دیگه، یا اصلا کلا زودتر مثلا نرسی به اون چیزی که میخوای. دقیقا همینطور. حس غربت وقتی میاد سراغت چیکار میکنی؟ من توی عمان احساس غربت ندارم، به طرز عجیب و غریبی ندارم و اونجا جاییه که من کاملا توش احساس آرامش میکنم، ولی احساس دلتنگی دارم. احساس نمیکنم من به اینجا تعلق ندارم، احساس میکنم اینجا سرزمین من هست، ولی دلم برای تو تنگ میشه، دلم برای مامانم تنگ میشه، دلم برای چای خوردن با آدم هایی که یه عالمه حرف مشترک با هم دیگه داشتیم تنگ میشه. واسه غذاهای مامانه. آره دقیق. همه این سوالو میپرسن که چقدر پول داشته باشم که برم مثلا بخوام عمان رو انتخاب کنم اونجا زندگی کنم. آیا میشه بدون پول هم رفت؟ فقط صرف این که یه مهارتی داشته باشی بر اونجا اصلا میشه کار کرد اونجا؟ قطعاً. اصلا میشه به عنوان توریست اونجا استخدام شد جایی؟ قطعاً که همینطوری که میگی، به خاطر اینکه کشورهای GCC که همون کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هستن تقریباً مقررات اجتماعیشون مثل همه و عمان هم خیلی شبیه اماراته و شما اگر که کسی بخواد صاحب کسب و کار خودش باشه، مثل مسیری که من رفتم، باید شرکت ثبت کنی و بعد از اینکه شرکت ثبت کردی بنا به اون لایسنسی که داری میتونی اقامت 2 ساله داشته باشی و اقامت تو تمدید کنی هر 2 سال. اگر نخوای که بیزنس خودتو کسب و کار خودتو داشته باشی، باید توی این اپ ها و توی این سایت های کاریابی سرچ کنی و کار مرتبط با تخصصت پیدا کنی و یه کارفرمای اونجا باشه که تخصص تو رو نیاز داشته باشه، تو رو دعوت به همکاری کنه و اقامت تو از طریق اون شرکت در عمان تضمین میشه و ایجاد میشه. در خصوص اینکه گفتی چقدر پول لازمه، میتونم به این موضوع اشاره کنم که اگر که قرار باشه برای کسی کار کنیم پول اولیه‌ای نیاز نیست، ولی اگر کسی صاحب کسب و کار خودش باشه خب قطعا پول لازم داره. اگر بخواد شرکت درجه 4 ثبت کنه و فعالیت‌های محدود انجام بده، خب قطعا پول کمتری نسبت به کسی که میخواد شرکت درجه 1 ثبت کنه و کارهای بزرگتری انجام بده. میشه عدد و رقم بگی؟ ببین نمیشه عدد و رقم گفت حقیقتا، به خاطر خب یه حداقل حداکثری. حداقل شما باید بتونی اجاره آفیسی که میخوای، اجاره خونه و اجاره هزینه‌های روزمره خورد و خوراک و موندن تو در عمان داشته باشی. خب اینو میتونی یه برآورد؟ بله عدد میتونم بهت بگم. آفیس میتونه هولوش بین 150 تا 250 ریال عمانی باشه، خونه میتونه 150 تا 200-300 ریال عمانی باشه. الان که داریم این برنامه رو ضبط میکنیم ریال عمانی چند تومنه؟ 300,000 تومنه. هر 1 ریال عمانی 300,000 تومان. اینو گفتم که بدونید که الان دوست من داره وقتی این مبلغ رو اعلام میکنه خودتون معادل سازی کنید. بله. و بعد برای اقامت حداقل ماهی 100 ریال برای خورد و خوراک لازمه. اگه کسی بخواد ماشین رنت کنه حداقل مبلغ ماهی 150 ریاله. اگه بخواد ماشینم بخره که حداقل با 1000 ریال عمانی. البته بین 500 تا 1000 ریال حداقل و ارزون ترین ماشین قیمتش هستش که میتونن بخرن. پس ما یه هزینه
علاوه بر هزینه اولیه ثبت شرکت و گرفتن اقامت که خودش یک پولیه که باید جداگونه بذارن، خب چقدر؟ حدوداً 1500 ریال میشه. آها. ولی خب باز هم بستگی 1500 ریال عمانی. بله. بستگی به کسب و کار داره. این مبلغو که بذارین کنار، اجاره خونه، اجاره آفیس و هزینه خورد و خوراک و پول تاکسی یا رنت ماشین که تک تک بهتون گفتم، اینا باید ببینین جمع کلیش چقدر میشه. ولی خب ما ایرانی‌ها ماشاءالله اینقدر را در رو و تقلب و اینا ایجاد میکنیم که میشه تا 6 ماه هم آفیس نزد، تا 1 سال هم میشه آفیس نزد و خب مثلا به صورت سوری فقط روی کاغذ باشه. یادمه که چند وقت پیش بود گفتی که چون تایم این که تو آفیس مجازی داشته باشی دیگه تموم شده بود و گفتی باید دیگه از این به بعد یا آفیس فیزیکی داشته باشم. هم آفیس فیزیکی و هم کارمند عمانی، استخدام کارمند عمانی. و یادمه گفتی یکی از دوستات اومد یه مسیری بهت نشون داد که اونو با چقدر؟ 1 ریال. با 1 ریال. اینا نکات پشت پرده کسانی که میرن اونجا و فقط زمانی میتونن از این نکات ریز استفاده کنن به نفع خودشون که اونجا باشی و آدم‌های مطمئن رو پیدا کنی. ولی متاسفانه که روابط بیشتری رو به دست آره، آوردن. ولی متاسفانه الهه اینم بگم و خیلی غم انگیزه که خیلی از ایرانی هایی که مثل من برای بار اول میخوان برن و هیچ شناختی در مورد ثبت شرکت و اقامت ندارن، متاسفانه گاهن با هموطنای اونجا مواجه میشن که پولهای اشتباهی و بسیار زیادی ازشون گرفته میشه و به دردسرهای بسیار زیادی میخورن و میخوام بگم که بچه‌ها یه سری از این مسیرها رو خودتونم میتونین برین، ولی لازمش اینه که یک بار حداقل سفر کنین به اونجا. قبل از اینکه تصمیم به مهاجرت بگیرین حتما یه بار سفر کنین، چون خونه یه سفر 1 ماهه، آره 1 ماه، حتی 1 هفته، حتی 10 روزه، به خاطر اینکه وقتی شما میرین اونجا با آب و هوای اونجا آشنا میشین، میمونین با ذائقه غذایی اونجا، آب و هوای اونجا آشنا میشین، فقط صرف این ظاهر خوشگل مشکلی که متفاوت از کشور خودمونه، که البته کشور ما که بی‌نظیره واقعا. یعنی من که اومدم بعد از 6 ماه اومدم مشهد، یعنی انقدر طی همین 6 ماه باز هم مشهد تغییرات قشنگ کرده، گفتم بابا واقعا نیویورک کجاست؟ ایران خودمون، مشهد خودمون خیلی عالیه. ولی لطفاً قبل از اینکه همه سرمایه زندگیتون رو وردارین، چون اختلاف پولی ما خیلی زیاده و سرمایه‌ای که همراهشون میبرن و میخوان اونجا شروع کنن یه وقت به قیمت از بین رفتن کل داراییشون میشه. لطفاً قبل از هر اقدام خیلی بزرگی قدم‌های کوچولو بردارن و با آدم‌های معتبر مشورت کنن و حتما یک سفر برن. خودت رو 5 سال دیگه کجا میبینی؟ ببین، من اتفاقات خیلی جذابی برام افتاد طی این 1 سال و نیمی که خارج از ایران دارم زندگی میکنم و به عنوان کسی که یک کسب و کار خیلی کوچولو داشته، بعد از مهاجرت فهمیدم که ترس صادرات، ترس فروش محصول به صورت بین المللی، ترس مراودات کاری با بقیه کشورها و به زبان دیگری پرزنت کردن، همه اینا برای من از میون رفته و احساس میکنم یه جهش کاری خیلی خوب از حالا به بعد پیش رو دارم، چون که یه سری چیزایی که دیگه من همیشه من رو در طی 20 سال کار کردن ترمز من بوده، دیگه الان ترمز من نیست و من حالا محصولات من الان داره در عمان و امارات توزیع میشه، ولی واقعا جهانی فکر کردن و جهانی کار کردن دیگه برام خیلی خیلی شدنیه. به نظرت عمان واسه چه افرادی با چه مهارت‌هایی مناسب تره؟ ببین، قطعاً که اونجا همه مهارت‌ها لازمه، ولی به نظر من برای کسانی خوبه. من به عنوان یک صاحب کسب و کار متوجه شدم، چون خودم رو مقایسه میکنم با دوستای دیگم، به نظر من برای کارمندا خیلی بهتره.
به عنوان یک کارآفرین یا باید سرمایه خیلی زیادی داشته باشی یا مرارت بسیار زیادی بکشی مثل من. چون من سرمایه‌ام کم بود و صاحب کسب و کار خودم بودم. در ایران خیلی راحت تر میتونستم پول در بیارم، ولی کسی که پول بزرگ داره، چون کشوریه که از خیلی جاهای دنیا میان و اونجا کسب و کار را میندازن، برای همین من توشون خیلی گم میشدم. ولی کسی که کارمند یک مجموعه بزرگ میشه میتونه با یه حقوقی که اختلافش با ایران خیلی زیاده، مثل دوستای خودم که مثلا 1000 تا 1500 تا 2000 تا حتی 2000 ریال عمانی دارن حقوق میگیرن، میتونی یک درآمد چندین برابر کشور خودتو داشته باشی به عنوان یه آدم متخصص. حالا مثلا مهندسی هستی، حتی تو کار بیوتی هستی، حتی نمیدونم تو کار ساخت و ساز هستی، چون اونجا ساختمون سازی خیلی زیاد شده و برای همین مشاغل مربوط به ساختمون سازی هم زیاد شده. من پیشنهادم به یا صاحبینی کسب و کار بزرگی که میخوان محصولاتشون رو به صورت وسیع در GCC توسعه کنن یا به جاهای دیگه عمانی پلیه براشون، نه هدف فقط پل، و یا کسایی که کارمند هستن، یه کارمند متخصص. و البته الهه اینم اضافه کنم کسی که بتونه آب و هوای گرم و بسیار شرجی عمان رو تاب بیاره و براش مطلوب باشه، چون من آدمی بودم که واقعا در آب و هوای اونجا با نهایت علاقه‌مندی که به این سرزمین دارم در آب و هوای اونجا اذیت شدم و این خیلی 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 موضوع مهمیه. اگه کسی مثل من اهل پیاده روی باشه نمیتونه راحت پیاده روی کنه، چون یه تایمای انقدر هوا گرمه که حتی شب هم تو نمیتونی بدون ماشین در شهر تردد کنی. یه چیزی که ایرانی ها وقتی حالا نه تنها عمان، کشورهای دیگه میرن و مدام همدیگر رو منع میکنن که رفتی حواست باشه به ایرانی های دیگه‌ای که اونجا هستن. آیا تو حالا از اولی که رفتی تا الان بین دوستایی که باشون آشنا شدی که ایرانی بودن، کسی بوده بینشون که حالا وصفش شامل حال این توصیفات دوستانمون باشه و پشیمون شده باشی از اینکه چرا واقعا رفتی با این دوست شدی؟ دوست نه، متاسفانه همون ابتدای کار که میخواستم شرکت ثبت کنم، اون عزیزی که این کار برام انجام داد یه مقدار خلاف قول و قرارمون عمل کردن. اون فقط یه مقدار من اذیت کرد، ولی از زمانی که کارها انجام شد و من پامو توی کشور برای زندگی کردن گذاشتم تا اکنون که دارم با تو حرف میزنم با انسانهای بسیار بی‌نظیر در ارتباطم و جزو به نظر من بهترین آدمهای زندگی منن و همشون بهم خدمت کردن و دوستی کردن و عشق دادن. مرسی سلمه جون از وقتی که گذاشتی و اطلاعات مفیدی که بهمون دادی. و دوستان عزیز این برنامه رو به پایان میرسونیم. لطفاً اگر نظری دارین برامون کامنت کنید و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. فقط یه درخواست کوچیکی ازت دارم بابت حسن ختام این برنامه. یه بیت شعر برامون بخون. من همیشه وقتی که خیلی خوشحالم و وقتی که خیلی ناراحتم یه شعر هست که میاد تو ذهنم: خوش باش که هر که راز داند داند که خوشی خوشی کشاند، شیرین چو شکر تو باش شاکر، شاکر همه دم شکر ستاند. بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی هم زیبا. مرسی از تو که دعوتم کردی. خیلی خوشحالم. مسیر موفقیت تو که طی این سالها دیدم. واقعا یکی از آدمایی هستی که همیشه بهش افتخار میکنم. مرسی عزیزم، خیلی لطف داری. دوست دارم. منم همچنین.